چه یک ماهی پر اجر بود. البته من باوری دارم که همه شما از زبان پیشواهای خود از فضیلت و برکات این ماه درکدار شدید. این ماهی هست که اگر ما و شما به ورقهای کتاب وقتی نظر افکنیم، نظر میکنیم که هر جایی که یک دوست خداست در دعاهای خود میگفتند پروردگارا یک بار دیگر ما را از این ماه مبارک برخوردار بگردان. زیرا آنها میدانستند که در این ماه آنقدر ثواب وجود دارد که عدد او در کتاب معین نشده است. چگونه ای که در صحبت ها ما خبر دادیم، این ماه را ثوابش را اجرش را کسی برخوردار شد که ما لم یخرقها، اگر این سپر را این ماه را نشکسته باشد و در این ماه با دشنام و با تهمت و با کارهای ناروا دست نزده باشد. این ماه را رسول اکرم از صوم جنتون خواند. ای بندگان خدا گفت روز از روزها شما گفت از این قوم جدا میشین، روز از روزها شما وارد قبر میشوین و دیر نگذشته قیامت بالای شما قایم میشود و این روزه مبارک برای شما جنتون، این برای شما سپر میشود، شما را محافظت میکند از عذاب پروردگار. لیکن شرط پیغمبر این بود که اگر شما در این ماه از حرام کرده های خدا دور باشید. خوش به حال همون موی سفید و خوش به حال همون جوانی که این ماه را احترام کردند. در این ماه زبان خدا در دروغ و در دشنام آلوده نکردند. در این ماه دست یک برادر مؤمن شا گرفتند. در این ماه فقط رحم و انصاف استفاده بردند. انشاءالله امروز الله که همون اجر خداوند در نامه اعمال او کتابت میکند. لیکن هزار حیف به آن بندگانی که گفت حضرت صوفی علیار بنده بودی ولی زنا مردی بندگی را بجا نه آوردی. هزار حیف که تو نامت بنده بود، هزارها افسوس که لیکن بندگی خدا را بجا نه آوردی. هزار حیف گفت 30 روز از حیات تو بیهوده گذشت، 30 روز تو اجر نگرفتی، تو ثواب نگرفتی. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث و ان ثابك احد فقل انی صائم انی صائم. پیغمبر گفتند ای امتان من، شما تصور نکنین که معنای روزه این باشد که فقط شما از ساعت 4 سحر تا ساعت 6 بیگاه طعام نخوردین، چای ننوشیدین، تمام روزه بجا آمد. بلکه رسول اکرم روزه را شرح دادند که روزه این است که شما باید که از تمام کارهای بیهوده باز می ایستادین، که همه شما کارهای بیهوده را می دانین. کار بیهوده این بینمازی است، کار بیهوده تنبلی در نماز است، خواه میخوانیش خواه نمیخوانیش. کار بیهوده دشنام دادن است، کار بیهوده وقت عمرت بیهوده گذرانیدن است، وقتی بیهوده قمار بازی کردن است و دیگر عملهای ناشایسته.
رسول اکرم میگوید حتی اگر شخصی تو را دشنام دهد در ماه رمضان باید جواب تو چی باشد؟ اینی صائمون اینی صائمون، ای برادر من روزدار هستم، من روزدار هستم. حتی در ماه رمضان اجازت نیست که در دوام دشنام ما و شما جواب دشنام بگردانیم. حضرت علی رضی الله عنه را در روایت ها میارند که وقتی از عیدگاه گشت مثل شما نماز خواند و رفت خاندانش، نزد فاطمه رفت، نزد امام حسن و امام حسین رفت و در بعض روایت ها دیگر صحابه پیغمبر مثال میارند که میگوید یک توده خاکستر را گرفت و بالای سرش پاش داد. تمام مردم حال این حضرت دیدن حیرت دماندن، گفتن ای دوستدار پیغمبر، ای محب الله، امروز روزی هست که باید در چهره های ما خنده باشد، تبسم باشد. این چه عمل است که از تو سر زد؟ حضرت گریان شدند و گفتند من هم میدانم که امروز روز اجر گرفتن است، امروز روز ثواب گرفتن است، امروز قدر من در نزد پروردگار بلند شدن است، لیکن از یک عمل می ترسم. آیا این روزه من در نزد پروردگار قبول شد یا نه؟ از این عمل من می ترسم. از این خاطر ما و شما باید دعا کننده به سوی پروردگار ما باشیم که خدایا این یک ماهی که ما روزه داشتیم، این یک ماهی که تا حد امکان خودداری کردیم، خدایا این در نامه اعمال مان همچون روزدار کتابت کند و خدا کند که روز قیامت از جمله روزداران ما و شما سر برداریم تا که این روزه الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، زیرا که روزه در روز قیامت صاحب خودش را، کسی که در دنیا احترامش کرده است، شفاعت میکند، از پروردگارش زاره میکرده است، تولا میکرده است که خدای آن کسانی که مرا در دنیا احترام کردند من طلب دارم که اونها را بر من بسپار، من اونها را شفاعت کنم. سئل عن ابن عباس رضی الله عنه یا ابن عباس ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال. ابن عباس، ابن عباس این عبدالله است، عبدالله ابن عباس. از عبدالله ابن عباس پرسان کردند ای ابن عباس، پیش از آن که آن سوالی که از ابن عباس کردند و شما خبر دهم، اولا ابن عباس میگوید بار رسول اکرم میگوید حاجت خانه در آمدند و یک زمان پس میگد بیرون شدند تا از حاجت خانه برآمدن رسول اکرم من در یک ظرف آب گرم آورده نزد همان در حاجت خانه گذاشتم تا که رسول اکرم با او وضو گیرد، طهارت کند. پیغمبر خدا میگوید وقتی که بر آمدن نگاه کردند که در ظرف آب است، گفتند من وضع هذا، گفتند این آب کی گذاشت؟ گفتند عبدالله ابن عباس گذاشت. رسول اکرم میگه دست برداشتن گفتند اللهم فقیه فی الدین، پروردگارا گفت این عبدالله ابن عباس که مرا احترام کرد و برای طهارت کردن من در این ظرف که آب آورد، خدای مهربان گفت او را عالمی در اسلام بگردان، او را عالمی مسئله گو کن.
او را عالم بگردان که در بین مردم موعظه کند. و دعای پیغمبر خدا در حق این عبدالله ابن عباس قبول شد. چنان عالم شد که مثلش در زمان ابن عباس وجود نداشت. مفسر قرآن، محدث، فقیه، حکیم، این عبدالله ابن عباس بود. وقتی از او پرسیدند ای عبدالله، پیروان بعد از پیغمبر خدا گذشتن، ما از تو 3 سوال داریم، میخواهیم که سوال کنیم. گفتن مرحمت، هر سوالی که باشد من بهر شما جواب میگردانم. گفتن برای ما خبر بده که بهترین روز کدام روز است. آن دوستهای خدا بهترین روزها را میکافتند، بهترین ماهها را میجستند، بهترین عملها را میجستند، کنی در کدام عمل ثواب زیاد است که با او چنگ زنند. افسوس که امروز این سوالها دیگر نیز تکرار میشود. حضرت عبدالله ابن عباس در جواب گفتند بهترین روز روز جمعه هست. البته حق گفتند، زیرا که پیغمبر خدا میگوید خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه